رئیس رجب میرزا شام 6 ایول در گروه فیسبوکی اخبار برای افکار خبر داد که همین لحظه خبر رسید که حبیبه قربانووا کارمند سابق تلویزیون تاجیکستان که چند سال آخر در کتابخانه به نام لاهوتی و نهایت در نشریات ادب کار میکرد جان را به حق تسلیم نمود. بنا به اطلاع رجب میرزا، حبیبه قربانووا در بیمارستان کسلیهای سرایتی خواب بود و چند روز اخیر زیر اسباب نفسگیری صنعی قرار داشته است. اینچنین مأموریت رشته بیولوژی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان شام 6 ایول با اندوه گران از مرگ نابهنگام آموزگار ارشد کافدره بیولوژی عمومی و متدیک تعلیمی بیولوژی میرزاروف کامران عزت‌اللهویچ در سن همگی 32 خبر داد. به نزدیکان مرحوم صبر جمیل خواسته است درباره علت مرگ کامران میرزاروف در چنین سن جوان در نامه تعزیه سردار فاکولته چیزی گفته نشده است. کامران میرزاروف 14 اکتبر سال 1989 در دهه محور ناحیه میر سید علی حمدانی ولایت ختلان به دنیا آمده. سال 2012 دانشگاه دولتی کولا به نام ابو عبدالله رودکی را ختم کرده است. او سالهای 2012 به طریق کواتا به اسپرانتور دانشگاه ملی تاجیکستان داخل شده و همچون اسیستنت کافدره متدیک تعلیمی بیولوژی فاکولته بیولوژی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی به کار شروع نموده است. از سال 2015 تا دم مرگش همچون معلم کلان کافدره فعالیت داشت. کامران میرزاروف با افتخارنامه فخری ریاست دانشگاه و وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانیده شده است. اینچنین سال 2018 با نشان سر سینگی اعلاچی معارف و علم تاجیکستان قدردانی گردیده است.